اسم پول آوردم قیافه ها عوض شد. اینقدر یعنی ما به پول حساسیم. یک سوال میکنم وجدانی جواب بدیم، علم بهتر است یا ثروت؟ ای ناقلا، از چرا توی انشاءاتو می‌نوشتین؟ یعنی یه نمره اینقدر ارزش شده تا حتی اخیراً میگفتن از ته‌یه سیب زمینی ماکارونی ارزش اومده پایین‌تر که میگن اونو بیشتر از این ترجیح میدن. توانا بود هر که دارا بود، ز ثروت دل پیر برنا بود. در ایران میگن ز گهواره تا گور قسط بده. که اینجا میخندم مشخصه که این کارم. بعد اما ثروت واقعی چیه و فقر واقعی کدومه؟ در این خصوص بحث بسیار بین فلاسفه و منطقیون. میگفت فقر واقعی یعنی که آدم 2 تا علنگوی طلا تو دستش باشه، 2 تا دندون خرابم تو دهنش. خب کدوم واجب تره واقعا؟ که بعضی از این دخترها از بس مسواک نمیزنن دندوناشون تمام زرد میشه، رژ لب که میزنن میخندن پرچم اسپانیا دیده میشه اونجا، اصلا یه صحنه رقتی آدم